شد و رفت برای پروانه گرفتن که توقیف شد. چرا؟ برای که گفته بودن که اون موقع شاهنشاه گفته بودن این فیلم پر از قمع زنی و چاقو کشی و این چیزا، ما جوانهای مردم مملکتمون رو این چیزا رو برکنار کردیم، قمع زدن و چاقو کشی یا اینا رو ما نمیخوایم دوباره مردم یاد بگیرن، جوانهای مردم. خلاصه به من گفتم فیلمو بردم، چون من برای اون زمان برای خیریه شهربانو فرح پهلوی کار میکردم، برای جزامیا و معلولین و که واقعا از همون زمان شروع کردیم کارهای خیریه. قبل از انقلاب که کارهای خیریه میکردم و واقعا مدیونم. ایشون به من آموختن که باید به هموطنهای خودت کمک بکنی و هر چی یاد گرفتم در کار امر خیر از بزرگواری‌های ایشونه. و بعد رفتم حضورشون، گفتن که نخیر، این باید این صحنه همه